سلام بچه‌ها عزیز، چطورید؟ امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید و لحظات خوبی رو در کنار خانواده هاتون سپری کنید. حقیقتا بچه‌ها بحث امروزمون یه کوچولو جدی‌تره و یه چیز خیلی عجیب‌تر و خاص‌تری که تو این چند اتفاق میفته. امروز من بچه‌ها در رابطه با یه فضای مجازی صحبت کنم که خیلی دارکه و ترسناکه و چه تاریک فضای مجازی رو می‌خوایم بررسی کنیم. حدود بچه‌ها 20 و چند ساله که توی جهانی که ما داریم زندگی می‌کنیم یه فضایی اومده که میتونیم خیلی چیزا ازش یاد بگیریم، میتونیم خودمون توش تولید محتوا کنیم و کاملا یه وجه آموزشی داره، اخباری داره و میتونیم ازش حتی یک سری خبرا دریافت کنیم که البته این فقط یه تبلیغه و یه وجه خوبه. اگه بخوایم خیلی جدی‌تر به این مسئله نگاه کنیم و خیلی عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم، اتفاقای ترسناکی توی این فضای مجازی میفته. یعنی اصلا این چیزی که من گفتم یه جور رویاست توی فضای مجازی. چون نگاه کنید بچه‌ها، فضای مجازی 80% رو فریب تشکیل داده. یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی که میخواد مردمو گول بزنه یا یه ویدیویی که میخواد به مردم دروغ بگه. مثلا یه چند وقتی یه ویدیوهایی اومده که بعضی از این ماسک‌ها استفاده میکنن که کاملا اون فرد میشن. خب که حالا یه بحثی اومد که اصلا این رئیس جمهور آمریکا جو بایدن خودش نیست و یه فرد دیگه است که از ماسک استفاده کرده، از یه ماسک خیلی طبیعی که این ماسکا لو رفته، یعنی یه جور تبلیغ به صورت تبلیغاتی اومده بیرون که البته این ماسک‌ها هیچ جا فروخته نمیشه، اصلا قانونی نیست. خب حالا به این عکسی که الان روی فیلمی که الان روی تصویر داریم خوب دقت کنید بچه‌ها، چروکای روی پیشونی همین رئیس جمهور آمریکا اصلا طبیعی نیست، یعنی انگار یه جوری ماسکه خب که به حساب کم کم داره این ماسکه چی میگن این ماسک خراب میشه یا همین چیزی. خب چون که نگاه کنید بچه‌ها چروکای روی گوشه سر اصلا طبیعی نیست و یه جور عجیبه که حالا این اصلا یه تئوریه که این جو بایدن نیست، معلوم نیست، شاید خودش باشه از سر پیری کدورت سن، ولی این ماسکا دیگه به هر حال هست. الان ویدیوهایی داره روی صحنه می‌بینید که این ماسکا هست دیگه به هر حال و یه جور فریبنده است. خب یعنی من میتونم با همین ماسک بیام جلوی دوربین بشینم و با هویت یکی دیگه صحبت‌هایی بکنم که طرفو خراب کنم و این رو فضای مجازی ترند شه و هم فکر کنم که اون این صحبت‌ها رو کرده. خب توناژ صدا و تغییر تون صدا هم که دیگه کار هوش مصنوعی و این ماسکام که میذاری و هوش مصنوعی هم که صدا تو تغییر میده و دیگه اصلا کاملا میتونی یه نفر رو فریب بدی. خب اگه بخوای آبروی کسی رو ببری زیاد هزینه‌ای پس نداره، ولی رسانه‌های قوی و پربیننده بهتر میتونن این کار رو انجام بدن و برای همینه که با هوش مصنوعی صدا رو تغییر میدن و با اینجور ماسک‌ها چهره خودشون رو و کاملا یک تصویر عین خود طرف میسازن و میتونن طرفو حتی تا کجا نابود کنن. یعنی نمیدونم چی بهتون بگم حقیقتا که خیلی عجیبه و یه چند تا ویدیویی هست که بریم این ویدیو رو نزدیک به صورت تبلیغاتی ببینیم، برگردیم و من یه توضیحات در رابطه با این ویدیو بهتون بدم. خیلی عجیب بود بچه‌ها و از سال 2001 یه همچین چیزی استارت خورده و حالا به صورت رسانه، یعنی همین اینستاگرامی که ما توش میچرخیم و فکر کنم چه مفیدیه که و سرگرم کننده است که میتونه اینطور هم باشه، یعنی اگه بخوایم به بچه خوب نگاه کنیم سالم ازش استفاده کنیم میتونه سرگرم کننده باشه، میتونه لذت بخش باشه، ولی بچه‌ها عقیده‌های انسان‌ها شده صفحه نمایش مانیتوراشون، یعنی عقیده‌شون با صفحه نمایش‌های مانیتوراشون تغییر میدن. خب یعنی زمان قدیم قبل از که کامپیوتر و گوشی و همین فضای مجازی باشه عقیده ها خیلی پای عقیده هاشون صفر وای میسادن، پای آرماناشون صفر وای میسادن و تغییر نمی‌کردن، ولی وقتی این فضاهای مجازی و فضاهایی که مخاطب کامپیوترها شده اومده میتونه عقیده ما رو تغییر بده. یعنی مثلا تا دیروز من که باور دارم فردا یه خبری ازش میاد، یه حرفی ازش میاد، یه فیلمی شاید که اون فرید باشه ولی به هر حال من دیگه از اون طرف خوشم نمیاد و عقیده‌مو تغییر میدم. خب که اینه که میگن عقیده ما شده صفحه نمایش‌های مانیتورمون و این میشه پیروزی ایلومیناتی، همون کسی که این فضای مجازی رو تشکیل بده.
زمانی ما میتونیم گول اینا رو نخوریم که پای آرمانامون وایسیم که نمیشه، آدم دو دل میشه ناخودآگاه. اگه این ویدیو راست باشه چی؟ اگه این ویدیو واقعی باشه چی؟ اگه این حرفی که از دهن این آقا اومده بیرون اگه این چیزی که ازش میگن واقعی باشه چی؟ همه اینا رو تاثیر میذاره، درسته و قبول دارم. اما بچه‌ها سواد رسانه یعنی همین، یعنی زمانی که ایلومیناتی یا یه سازمان فراماسونری با یه پشتیبانی خیلی قوی و یه رسانه خیلی قوی میاد تا به ما دروغ بگه، ما باید تشخیص بدیم و باید بدونیم. خب طبیعیه، باید ببینیم با کی دشمنه. اگه این کس دشمنی داره که این ویدیو ازش داده بیرون، پس حتما میتونه دروغ باشه. خب که سخته، بازم تشخیصش سخته و کار هر کسی نیست. حالا همین حرفا رو زدم تا برسم به این قسمت که عقیده های ما شده صفحه نمایش مانیتورامون، که توی صحبتم 2-3 بارم اینو گفتم. ما باید به چیزی که خودمون اعتقاد داریم، به سمت چیزی که خودمون اعتقاد داریم بریم. الان واقعا یه جوری شده که اونایی که معتادیسن آدمای غیر طبیعی، یعنی انقدر عادی سازی شده و استایلای در داغون انقدر توی همین صفحه نمایش مانیتورها عادی سازی شده، مثل زدن قلاده که الان مد شده. و خب اینقدر که اینا عادی شده، عقیده نه ببین ناخودآگاه تاثیر گذاشته رو من، که تاثیر نمیذاره، من شکل گرفتم، ولی امکان داره رو فرزند، نتیجه و نوه تاثیر ناخودآگاه بذاره. چرا؟ چون اونا با این فضای مجازی دارن بزرگ میشن، یعنی دارن اینو میبینن. خب وقتی که اینو میبینن، وقتی که با این دارن میان بالا، ناخودآگاه شکلش میشن و دوست دارن که این شکلی باشن، چون دارن تو اون محیط زندگی میکنن، تو محیطی که ما بهش اعتقاد داریم و ما قبول داریم. خب پس اینجا بدونید که بچه‌ها این فضای مجازی کلا اومده تا روی شما تأثیر بذاره و کسی پیروزه که اعتقاداتش به صفحه نمایش مانیتورش نباشه. حالا کی میتونید اعتقادات خودتون رو داشته باشید؟ زمانی که خودتون تولید محتوا رو شروع کنید. وقتی خودتون تولید محتوا رو شروع میکنید، اعتقاداتتون رو شروع میکنید به بیان کردن در این فضای مجازی. اعتقادات درست. من میتونم بیام الان همین مسئله قلاده، آخه چیز طبیعی نیست، بیا همین رو تبلیغ کنم. خب یا با شور میفهمی که پس من یا آدم خوبی نیستم، یا آدم ناشی ام که دارم اومدم یه همچین چیزی رو دارم تبلیغ میکنم، ولی نمیخوام کلمه بدی استفاده کنم، اومدم دارم اینو تبلیغ میکنم. خب پس بی خیال دیگه این آقا یوتیوبر خوبی نیست، تا همینجا بدونید. ولی زمانی که میاد این چیزای بعد، مثلا من خودم دارم بیام انقدر این مشروب و الکل رو رواج دادن و یه چیز عادیش کردن که الان دیگه اون کسایی که الکلی نیستن آدمای عجیبی ان. خب اینطوری شده و کاملا داره عوض میشه. خب الان مثلا همجنسگرایی داشتم میگفتم که تا چه حد پیشرفت کرده و یه چیز عادی داره کم کم میشه و اینه دیگه. آقا گوشه پرچمای یه چیز فوتبال، همه اینا دارن اینو میذارن. خب پس این فضای مجازیه که میتونه یه چیزا برای شما عادی کنه. زمانی که این فضا نباشه و شما مثلا هر روز صبح وقتی که موبایلتو باز میکنی داری با چیزای مواجه میشی که عجیبن برات اولش، بعد کم کم عادی میشن، بعد کم کم دیگه خودت هم میگه اشکال نداره دیگه، همه دارن انجام میدن، چرا ما انجام ندیم؟ و این میشه فضای مجازی. خب این اصلیشه و هدف اصلا همینه. خب زمانی شما پیروزی که میتونی افکار خودت رو در برابر اینجور چیزا کنترل کنی، یعنی اکسپلور سالم داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی آقا من به محتواهای ترسناک علاقه دارم، میخوام سرگرم شم. آره آقا میشم یه رو چیزای ترسناک میبینم، خودم کار ترسناک میکنم دیگه. یه رو 20 دقیقه چیزای ترسناک میبینم. آقا من میخوام محتوای انگیزشی ببینم، میخوام سرگرم شم. ولی زمانی که میگه آقا من میخوام برم کلا یه دور بزنم توی این یوتیوب و اینا رو، این اشتباهه. تو باید چیزایی رو توی این فضای مجازی نگاه کنی که اعتقادته، نه چیزایی رو نگاه کن که اعتقادت نیست و امکان داره که اعتقادت رو عوض کنه. مطمئنم که همتون متوجه بیشتر دارم چی میگم. خب این ویدیو که با هم دیگه دیدیم بچه‌ها تو با فریب بود، یعنی چیزایی که داره دیده میشه، یعنی یکی میتونه کاملا با یه ماسک، با یه نقاب، با یه هوش مصنوعی یه سری حرکتی بزنه یه نفر رو خراب کنه به راحتی. خب خیلی میتونه عجیب باشه و همین تا اینجا بمونه این مطلب. و امروز بخاطر که ویدیومون گفتم که طولانی ترم هست، مطلب دومی که می‌خواستم در رابطه باهاش صحبت کنیم بچه‌ها اینه که کوین آمریکا کلا وجود آدم فضایی‌ها رو به صورت رسمی اعلام کرد و تایید کرد اینکه هستن. یه سری ویدیوها اومده بیرون منتشر شده که خیلی هم عجیبه، اصلا وحشتناکه، که آدم فضایی اصلا شلیک سربازای آمریکایی به نظام سفینه و از این حرفا. راست دروغش رو نمیدونم، ولی تا اینجا میدونم راست و واقعیش اینه که کنگره آمریکا دیگه تایید کرده وجود آدم فضایی ها رو و هشدار داده. منطقه 50 که خودش تایید کرده که به چند تا آدم لاشه آدم فضایی پیدا کرده که البته شاید زنده‌ش هم پیدا کرده باشه، نمیخواد بگه. اول بریم این ویدیو ها رو نگاه کنیم که گفته بود. چی گفته بود؟
سربازا دارن به اون سفینه شلیک میکنن و برگردی و من این سری توضیحات در رابطه با اون ویدیو بهتون بدم. بله خب بچه اینم یه مربوط میشه به همون موضوعی که الان داشتیم در توش صحبت میکردیم که فریب فضای مجازی میتونه هم یه دروغ باشه، ولی دلیلی نمیبینم که بخوان در این رابطه دروغ باشه. یعنی من پیدا نکردم دلیلی حقیقتا که بعد از این همه سال بیاد به صورت رسمی تایید کنه و خیلی عجیبه. و باشه این هرمای مصر هم که اهرام میگم خدا چقدر گیجم من، اهرامای مصر هم که میبینید بچه اهرام مصر حقیقتا این چیزای مثلثی شکل رو میگن آدم فضایی ها ساختن اون زمان که خیلی عجیبه. و حالا خب چه اثباتی به این حرف دارن که آقا آدم فضایی رو ساخته؟ بچه حدود 5 کیلومتر اونورتر اهرام مصر یک قطعه‌ای پیدا کردن شبیه به سفینه که اینو به صورت رسمی به همه آزمایشگاه‌های همه کشورها فرستادن و هیچ کشوری تایید نکرده که این یک فلز زمینیه، اصلا همچین چیزی توی زمین وجود نداره و این تایید شده و مهر شده که دقیقاً 5 کیلومتر اونورتر اهرام مصر یه همچین چیزی بوده. خب که خیلی عجیب بوده و اتفاقی یه همچین اتفاقی افتاده که فهمیدن که بله آقا این قطعه‌ای که ما به حساب پیدا کردیم هیچیش زمینی نبوده، این فلز اصلا توی زمین وجود نداره. یعنی دانشمندا اصلا سر در نیاوردن این چیه و کاملا یه قطعه فلزی انگار از یه سفینه شکسته شده، خیلی بزرگ، حدود 3.5 متر فکر می‌کنم که خیلی عجیب بود. از اون طرف امکان داری همین اهرام مصر رو فضایی‌ها ساخته باشن که یه جور نشانگر و نماد ایلومیناتی هم هست که میگن که از صاحبان ایلومیناتی همون رپتایل‌های فضایی هستن که رپتایل فضایی نیست، خزنده و انسانه، ولی خب الان تازگی‌ها دیگه همه چی رو به همه چی ربط میدن. بله بچه‌ها اینم بحث امروز، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. سعی کردم تا حدی یه سری از افکارات خودم رو با شما در میون بذارم، یه سری چیزایی که بعد گفته شه به نظرم تو همین فضا که هممون بدونیم داریم چی کار میکنیم و داریم به کجا بریم و حواسمون رو جمع کنیم. امیدوارم مفید بوده باشه. خداحافظ تا ویدیوهای